بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. خب باز دوام اون حلقه‌های گذشته برادر عزیز درباره علمای اسلام و صدق و وفای آنها به اون عهدی که الله تعالی با آنها کرده است صحبت خواهیم کرد. امام بزرگ ما ابو حنیفه رحمت الله علیه یکی از شخصیت‌ها هستند که در استودگری خودشون در همین عهدی که به الله تعالی داشتن خیلی شکنجه‌های زیاد دیدن. ما در یک حلقه گفتیم که ابن هبیره چه خیلی میخواست امام ابو حنیفه رو مجبور کند تا خزینه داری همون ولایت عراق و خراسان باشد، لکن امام ابو حنیفه این چیز را به عهده نگرفتند چون که میدونستن که ظالم بود، میدونستن که و او میخواد که امام را همچون یک بازی در این ظلم خودش استفاده برد. ابن هبیره حاکم اموی بود. امتحان امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه تنها در زمان اموی ها بالا ایشون بسیار بود، بلکه در زمان عباسیان نیز همین نمود امتحان ها بالا سر ایشون فرو فرستاده میشد. از جمله یکی از حاکمان عباسی و دومین خلیفه عباسی ابو جعفر منصور است. ابو جعفر منصور خیلی یک حاکمی با عزم و با حزم بود و از ظلم کردن هم گاهی پروایی نمیکرد، لیکن انسانی حقگو بود، انسانی صادق هم بود. ما در اون حواری که در اون گفتگویی که با امام اعظم و دیگر علما از خواهیم دید. ابو جعفر منصور امام ابو حنیفه، امام ثوری و مسعر و شریک را دعوت بکند تا اینکه اونها قاضی، یعنی که حاکمیت سودی دولت عباسی را به عهده گیرند. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگن که انا اتحامق فیکم فاقال، یعنی که من گفتم خودم به نادانی میزنم، خودم به احمقی میزنم و از این چیز خلاص میشم. خب به همین چیز یعنی که نمیتونه که من حاکم کنه، یعنی که قاضی قرار دهد. مسعر گفت که من خودم دیوانگی میزنم. سفیان گریخت. شریک باشه بیچاره هیچ کار کرد نتونست، مجبور قضاوت همون چیز قبول کرد. میگن که وقتی که نزد ابو جعفر در اومدن، ابو حنیفه گفت من یه مرد مولا هستم. در این حلقه گفتیم مولا یعنی که مسلمانای غیر عرب میگفتن من مولا هستم، عربی نیستم. هیچ وقت عرب گفتن حاکمیت من، قضاوت من بالی رو قبول نخواهد کرد. میشین برای من اینقدر صلاحیتی سودیه شدن و قاضی شدن ندارم. گفت که اگر من راست میگم من گفت صلاحیت ندارم، اگر دروغگو باشم انسان دروغگو قاضی شده نمیتونه. بعد دیگر ابو جعفر منصور هیچ گفته نتونست امام دیگر چون که دیگر امام برای دو اختیار دادن. راستگویی گفت من صلاحیت ندارم، من راستگویی پنداری. دروغگو پنداری دیگه دروغگو نمیتونه قاضی کنه با قاضی القضات، یعنی که در دولت کلام. سفیان میگه که سفیان رفت و از اونجا گریخته، یعنی که وقتی فهمید که منصور رو میخواد فریاد کند در یک کشتی سوارش تو گریخت رفت، یعنی چند ساله گریخته گشت سفیان رحمت الله علیه. اما از همه عجایبش همین مسعر ابن کدام است یا کدام میگه که منصور پیشش در اومد، بعد گفت که دست گفت به منصور، تصور کن یک فقیه هست، عالم است، لیکن باید که از این ظلم به یک راه یک چاره یابد از این ظلم دور شود. گفت که خدا نغزی بچه‌هات خوب هستند، خانگات خوب هستند، گاو و گوساله و گوسفند و بزات خوب هستند. بعد ابو جعفر گفت این دیوانه گفت بیرون گفت آدمی صحت نبوده است، یعنی بهشون خوش به دیوانه زد به این چیز خلاص شد. یعنی من خوانده بودم که در زمان امارات بخارا هم بعضی علما بودن که نمیتونستن ظلم امیر این کار کنن، لیکن خودشون به دیوانگی میزدن. اگه خطا نکنن با آنها ملنگان گفته میشد که خدا به دیوانگی میزدن و هر چی حقیقتی هست، هر ظلم استیمه که اونجا میشد اونو آشکار میکردن برای مردم. اما شریک بیچاره دیگر اینجا گرفته نتونست و مجبور شد که همین چیز قبول کنه. تا تو وقت شریک هم میگه که من میگه انسانی میگه مغزم سبک هست و من این کار کرده نمیتونم. خب ابو جعفر گفت من برای تو میخیل نوشوکه جور میکنم که برای تو دیگه وقت خوردی عقلت جاش میبرد حکم میکنی. خب بعد دیگر این مردک مجبور همین چیزا قضاوت او رو قبول کرد. به همین محل نزدیک برادران ببینید، یعنی که اماما رو ببینید، اینو امامان همشون، امام ثوری و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، مسعر ابن کدام محدثای بزرگند، علمای بزرگند، لیکن حاضر نشدند منصب قضا رو قبول کنند. فقط برای چی؟ برای خاطر اون که حاکم رو مجبور میکرد تا اینکه بعضی حکم‌هایی رو صادر کند که چی موافق به شریعت نیستیم، که از شریعت بیرون هستیم، که ظلم است. روایت دیگر آمده است از عباده نام شخصی هست که
نزد واثق در آورده میشه. اون آدم یکی از اون راوی ها بود، علما بود. میگه که در اومد دید که مردم زده ایستادن، مردم کشته ایستادن، فقط در مسئله همون خلق قرآن. یعنی که در زمان همون عباسی‌ها و در اون زمان وقتی که اون فتنه چی برآمد، خلق قرآن برآمد و در این چیز علما رو امتحان می‌کرد آیا قرآن مخلوق است یا مخلوق نیست. مثلا از هم مشهورترین شخصی که امتحان شد امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه هستند. و این چیز دوام داد، یعنی که چند ده ساله ها دوام داد برادر. بعد این خلیفه الواثق همه عباده وقتی نازش در آوردن گفت که خود به خودم میگم فکر کردم که اگر من امتحان شوم اگر کشته میشم، یعنی که اگر من پرسد من اگر حق گویم کشته میشم. خب چیکار کنم مگه؟ یک حیله بسیار زیرکانه رو پیش گرفت. میگه در اومدم گفتم که اعظم الله اجرک ایها الخلیفه، یعنی که در اومد گفت که خلیفه گفت خداوند یعنی که در این مصیبت برای تو اجر بسیار دهد، پاداش نیک دهد. گفت در کدام مصیبت گفتین واثق برای عبادت؟ گفت در این مصیبت قرآن. چه خیلی گفت قرآن میمرد؟ یعنی مگر قرآن میمرد تو دیوانه چی گفته ایستادی؟ گفت که بله آخه شما اگه که قرآن مخلوق است، مخلوق باشه هر مخلوق باید مرد، قرآن از جمله میمرد. گفت اگر گفت قرآن که در ماه شعبان مرده ماند، در رمضان مردم خیلی ختم میکنن. گفت دیوانه برو دفع کنه اینجا. یعنی که اینجا اصلا یک یک طنزی هست اصلا در عقیده و گفت خود تو مادوین مخلوق میدونی مخلوق میشه میمرد، مخلوق میشه نابود میشود. این چیز هم با همین طنز خودش جان خودش رو خلاص داد و خلاص کرد و از کشته شدن که از این امتحان به یک برآمد رفت. یعنی که علما هیچگاه یعنی که در باطل سکوت نمیکردن و اون ظالمان نیز بالای اونها اون چی که میخواستن نمیتونستن که تحمیل کنن. با هر راه و وسیله، یکی آشکارا، یکی پنهان‌تر، یکی با توریه، یکی به روش، از این چیز چی میکرد خودش رو بیرون بکشید. چون که میدونست که گناه اقرار ظلم یا که گناهی همین چیز نشر کردن بین مردم، چیزی فاسد و چیزی باطل نشر کردن در بین مردم، بالی شخص میرزد که همون شخص همون کارو میکنه و همون به زبان خودش باید تأیید میکنه. یعنی که یک بازی از بازی باطل میشود که با آن دیگرها بازی خواهند کرد. از الله تعالی مسئلت میکنم که ما رو از جمله اونایی گردونه که همیشه حق رو حق میبینند و باطل رو باطل میبینند. هیچگاه ترویج به باطل نمیکنند، همیشه ترویج برای حق، برای محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم میکنند. تا حلقه آینده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.